به خدمتتون که شما اول نیاز به دان قهوه داری که قهوه فروشی هایک تو تهران دون میفروشه. بعد یه آسیاب میخوای که این آسیاب خیلی خوبی بوده. خب این تیکش که مهمه هنوز هست، ولی این تیکش شکسته بود، یه شیشه دوجه داره بود که الان جایگزینش کردیم یه همچین چیز پلاستیکی که الان حدودش 4 سال داریم استفاده میکنیم با همین وضع. و شما دون قهوه رو، چون من دیگه دستم اومده، ولی خب معمولا 2 اسکوپ برای برای 2 نفر، اسکوپ برای 1 نفر. خب این الان یه اسکوپ. خب داری لحظه نه این الان یه اسکوپ میریزیم این تو. بسته بشو بی پدر برو بر. خب شما اینو آسیاب میکنید. بذار استوب کنم. خب اینم از این نورمونم روشن کردیم. تو آشپزخونه تاریک نمیشه. خب ببین یه همچین چیزی، بذار من دوربینمو تمیز کنم با دقت بیشتر. یک همچین پروداکتی باید بهت بده، آسیاب درشت. خب یعنی باید حواست باشه که اون قهوه‌ای که داری آسیاب میکنی باید این شنین باشد. برویم برای ادامه کار. بابم جان آبجوشمون آماده بود. اینا دیگه گوشتیمش اینجا، چون 100 درجه نباید باشه، باید 90 درجه باشه. شما دماسنج هم نداریم، خودم می‌ذاریم برای خودش کمی تو بخوره تا خودش خنک شه، اندازه 10 درجه. خب بعد اینکه شما اینو خالی می‌کنین تو، بعد یه قاشق تمیز میاری. حالا این باید یه مقدار خنک بشه. خب دیگه بسش هست. اینو میاریم اینور، اینم میاریم اونور، بعد اینم میذاری اینطوری، یه مقدار میریزی همچین به قول گفتنی روشو بگیر. یه مقدار باز زیاد ریختم چون من قهوه آسیابش کم بود، حواسم نبود. خب ببین نکن تو اینجا که نگاه میکنی اول اینطوری به نظر میاد. خب دسته فوکوسش هم خراب است. ولی کیفیت دوربین خیلی پایینه، نمیدونم چرا. ببین که یه همچین چیزی باید بده. و یکم که گذشت میبینی یه کمی حالت لجنطور روی خودش اینجا باشه گرفته. تو مرحله بعدی میای چیکار میکنی؟ بابم جان این دوربین رو میذاری اینجا شروع بری. بعد اینو میاری اینجا. خب قاشقو میاری آروم آروم 25 ثانیه هم میزنی. میبینی حالت لجن گرفته. اینا هم اوکیه، اینطوری خامه خوبی میده. بعد هم میزنی، هم خیلی با یواش و ملو هم بزنی. و حالا که تمام شد آبجوش یک کوچولو میریزی. البته این خیلی شخ میاد، بعد من کجش کنم، بعد اینو از این بالا آبجوش بریزم که خیلی به قهوه فشار نیاد، ولی خب مهم نیست. اینو اینطوری میکنی. بعد دوباره یه 25 ثانیه حدوداً هم میزنی که ما چون وقت نداریم 25 ثانیه هم نمیزنیم. اینجا میمونه. یه مقدار آبجوش دیگه کم شد آجی. این هم از این. حالا یه دور دیگه 25 ثانیه هم میزنی. نه از این در آسیاب میبندی بذاری اینجا. این هم این دیگه نیازی به این نیست. متشکرم. اینم رو هم میذاره اینجا. خب
فرو رفتش کجاست؟ ها این بعد در حدی که بیاد روی قهوه بشینه یه همچین فشار ریزی به سطحش بیاد. اینو میذاری 4 دقیقه استراحت میکنه. خب معمولا من تا اینجا پر میکنم چون 2 اسکوپ 3 اسکوپ میزنم، بقیه هم میخورن، این تا اونجا پر میشه. ولی خب الان چون کم زدم برای خودم زدم گفتم دیگه تا اینجا بزنم. آره این بود از آموزش داشتم. بعد 4 دقیقه هم پیستولشو میخوابونی، اینو میخوابونی، بعد قبل اینطوری میریزی. یس